تقسیم شاه اثری به زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه که با اقدام فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در 2 جلد با سطح و صفت بلند چاپ شده است در شهر استقلال آغاز گردید. در دایره این اقدام در شهر استقلال شاهنامه به 4530 عائله تقدیم کرده می شود. به شهر ما نیز این کتابی گران ارزش رسید و مردم خیلی از این تحفه گران ارزش شاد هستند و من اطمینان کامل هم دارم که آینده شاهنامه بی‌زوال چون مکتب قهرمانی و جسارت و متانت و ذکاوت بلند انسانی به نسل نورس هدایتگر می گردد. ضمن تقدیم شاهنامه تاکید گردید که چنین تدبیر نه تنها معنویات جامعه را تحکیم می‌بخشد بلکه در بلند برداشتن ذوق کتابخوانی و آموزش آثار بزرگان ادب نقش موثر می‌گذارد. شاهنامه نه تنها یادگاری نادر ادبی بلکه مکتبی بزرگ اخلاق و تندرستی و خردپروری میباشد. شاهنامه در روند بالا برداشتن هویت ملی در جسارت و مردانگی و در تربیت نسل نورس خیلی یک نقش مهم دارد، زیرا سرشار از پند و حکمت، از وطن دوستی، از ملت دوستی و از دانستن تاریخ اجداد خود درک می‌دهد و بازگوی آن است. ضمن دسترس نمودن کتاب ساکنان شهر استقلال ابراز نمودند که اقدام پیشوای ملت نمونه عالی توجه دولت به ارزش‌های ملی و احیای فرهنگی با افتخار نیاگان میباشد. ساکنان از تطبیق این اقدام وطن دوستانه اظهار سپاس نموده از جمله تاکید می‌نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطن دوستی هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت می‌نماید.